در دوران مصر باستان، زمانی که فرعون با ظلم و ستم حکومت میکرد، ظالمی که آزادی و ایمان را سرکوب مینمود. در آن روزهای تاریک داستانی از نور و امید آغاز شد. داستان پیامبری که با الله سخن گفت. این است داستان حضرت موسی علیه السلام، داستان از ایمان، اعتماد و سرنوشتی که به سوی پیامبری هدایت شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سرگذشت حضرت موسی علیه السلام با دو دختر مدین. زمانی که حضرت موسی علیه السلام از مصر فرار کرد، دلش پر از ترس و ناامیدی بود. او کسی را کشته بود و اکنون به دنبال پناهگاه می گشت. و خرج منها خائفا یترقب قال رب نجینی من القوم الظالمین. و او با ترس از آنجا بیرون شد، در حالی که چشم به اطراف داشت نگران بود. گفت پروردگارم، مرا از قوم ستمگر نجات ده. سوره قصص آیه 21. او راهش را به سوی مدین پیش گرفت، تنها، گرسنه و خسته. وقتی به چاه آب مدین رسید، گروهی از مردان را دید که برای گوسفندانشان آب می‌دادند، ولی در گوشه دو دختر ایستاده بودند و گوسفندانشان را نگه داشته بودند. ولما ورد ماء مدین وجد علیه امة من الناس یسقون ووجد من دونهم مرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا